حکمت یکم. عبدالله ابن مبارک و چوپان. عبدالله ابن مبارک بیرون از مدینه برآمده سیاحت میکرد. در راه جوانی را دید که چوپانی میکرد. دلش به جوان سوخت. فکر کرد که این جوان عبادت به الله تعالی را چگونه ادا میکند و چگونه او را میشناسد. مقصد گذاشت تا رفته به جوان از شناخت الله تعالی تعلیم کند. نزد جوان آمد و سلام داد و پرسید: فرزندم، الله تعالی را میدانی؟ چوپان: مگر بنده صاحبش را نمیشناسد؟ عبدالله ابن مبارک: الله تعالی را چگونه شناختی و به تو کی درس داد؟ چوپان: با این گوسفندانم شناختم. عبدالله ابن مبارک: با گوسفندان چگونه شناختی؟ چوپان: فکر کن، این گوسفندها به صاحب و چوپان نمی شوند اگر تنها بغیر الله تعالی دیگری نیست. همین گونه با این گوسفندها هستی الله تعالی را دانستم. عبدالله ابن مبارک: الله تعالی را چگونه می شناسی؟ چوپان: او را به چیزی مانند نمی کنم. عبدالله ابن مبارک: از کجا دانستی که او را به چیزی مانند نمی کنی؟ چوپان: باز همین گوسفندان را فکر کرده دانستم. عبدالله ابن مبارک: چه خیل فکر کردی؟ چوپان: فکر کردم که چوپان این گوسفندانم و آنها را اداره می کنم. دیدم که نه من به آنها مانندم و نه آنها به من. چه خیلی که گوسفندان به چوپان مانندی ندارند، پس مخلوق نیز به خالق مانندی ندارد. عبدالله ابن مبارک: خیلی خوب گفتید. از علم چیزی بهره برده ای؟ چوپان: در این صحرا چگونه میتوان تحصیل علم کرد؟ عبدالله ابن مبارک: با این فراستت باز چی آموختی؟ چوپان: با مدد الله تعالی این سه علم را از خود کردم: علم دل، علم زبان و علم بدن. عبدالله ابن مبارک: اینها چی معنی دارند؟ چوپان: علم دل این است: الله تعالی به من قلب داد، آن جای را به خودش جای محبت و معرفت کرد. خواست تا به این قلب او را بدانم، شناسم و دوست دارم. آنچه که دوست می دارد من هم دوست دارم و آنچه که دوست نمی دارد در قلبم جا نمی کنم و از آن دوری می جویم. علم زبان این است: الله تعالی به من زبان داد، خواست با این زبان حمد و ذکر و شکرش کنم و نعمتش را فهمانم. من کرد تا زبان سخنی بد نگوید. علم بدن این است: الله تعالی به من بدن داد، خواست تا به این بدن به او خدمت و عبادت کنم. الله تعالی امر کرد تا به سوی خیر قدم گذارم و از کار بد گریزم. عبدالله ابن مبارک حیران سخنها شد و او را احسن خواند و گفت: اصلی علم را گفتی و حاضر است و خواهش میکنم که با این قلب صافت برای من دعا کن. چوپان گفت: از چهره‌تان معلوم است که ذاتی بزرگید. اگر علم را از برای رضاگی الله تعالی از خود کرده باشید، پس از مردم چیزی طلب مکنید، چیزی از مردم انتظار نشوید و منفیت مخواهید. اگر علم را از برای دنیا علمند.